Assalomu alaykum Domla aziz. So'z خوب سلامتی so'z هست. الحمد لله من وعليكم السلام. دوسری سوال بود اگر ممکن باشد سوال اختیاری. بفرمایید. ما این خودمان در روسیه زندگانی میکنیم میخواستیم که به مغازه در آمده در مغازه کار کنیم در آنجا یعنی چی میفروش الکل عرق پیوه در همونجا خیلی چیزا میفروشن میخواستم که در همونجا کار کنم در آمده همین اجازت هست یا نیست. نه برادر عزیز، فروختن عرق در اسلام منع است و این از جمله گناه های عظیم هست و پیامبر صلی الله علیه و آله لعنت کردن 10 نفر را، عرق را و 10 نفری آنهایی که در نوشیدن عرق شریک هستند، از جمله بائعه، فروشنده عرق را. حتی بردارند گروسچی که آدم در مغازه کار میکند فقط باربردار است، گروسچی عرقها را میبره از کلد به مغازه ته میکند، مثلا خالی که شد رفش در آورده پر میکند. اینا لعنتی هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله لعنت کرد. یعنی لعنت معنی چی؟ از رحمت الله تعالی دور شود. برادران عزیز، این دنیا را الله تعالی آفرید، رزق شما را الله تعالی آفرید. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یگان چارپایی نیست مگر رزقش بر ذمه پروردگار است. همین در از 4 3 قسمت زمین آب است. مخلوقاتی که در آب است زیادتر است از مخلوقاتی که در بیرون آب است. یعنی یک جزئی زمین این خشکی است که ما در یک قسمتش زندگی میکنیم. زمین بسیار بزرگ است. مخلوقات الله تعالی زیاد است. همه همانا را الله تعالی رزق میدهد. مورچه ها را در سوراخی هایش، ماهی ها را در آب الله تعالی رزق میدهد. رزق شما را هم میدهد و رزق در دست الله تعالی هست، ملک در دست الله تعالی هست. این در یک مغازه غیر حرام، غیر حلال کار کردن شما، یعنی یا که ترک کردن شما، این خیلی نه که شما کمبغل میشید بی ریسک میمونید. نه، ترک کنید به خاطر الله تعالی. الله تعالی از خزینه غیبش برای شما از دیگر جا کار خوب و زندگی خوب نصیب روزی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی که به خاطر الله عمل را ترک کند، الله تعالی از او بهتر شی عوض میده. وقتی که یک کار گناه ترک کردید یا یک عمل را ترک کردید که این حرام است، الله تعالی برای شما کسب بهترین نصیب روزی میگردن و رزق پاک و رزق وسیع نصیب روزی میگردن، خاصتا اگر به خاطر الله ترک کنید. والله تعالی اعلم.